من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه داعين إلى صراط مستقيم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اسلامی و برادرای ایمانی، امروز اکنون آیه مبارکه رقم 188 سوره مبارکه بقره، آیه رقم 188 پاره دوم شروع شد. بحث و مناظره درباره احکام ماه شریف رمضان بود و خوردن و ناخوردنی ها. این آیه مبارکه نامشمان رشوه بهتر میشود. همه ما شما میدونیم که رشوه چیست. در این آیه مبارکه الله جل و علا شأنه امر میکنه که نستعیذ بالله ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون. صدق الله العظیم. الله جل و علا شأنه و ما شما امر میکنه که مالاتان را بین یکدیگریتان به ناحق نخرید و سرازیر این مالها را پیش حاکمان نبری و به این درایی نکنید، زیرا که گروهی از شما هستند که با حاکمان و سود و سودیه و مقامات ها داده گیری میکنند، مال مردم به حرام میخورند. این کارشان اسم جنایت است. اگر شما این را میدونید، الله جل و علا شأنه میگه شما همه این را میدونید، دیده و دانسته میکنید. اصلا کلمه تدلو در این آیه مبارکه آمد. تدلو از دل عرب دل گفته چی نمیگه برادران؟ ستیل. اگر شما را لبی چاپ آمده ستیل در رسمون میبنده، ستیل در رسمون میبنده و ستیل در کجا سرازیر میکنه؟ چاپ. از او بردارونی چاپ چی بکر کرده میگیره؟ آدمایی بدستیم که انا همون بین روکایی که در همه کار یگان آلودگی ندارن میدرویم پیش انا همونا تشکیل میکنن، کار یک دسته میبرن میرسن، کاری 3 در 5 میبرن، کاری 5 در 10 میبرن. امین قرآن میگه تدلو خودتان در پیش او حاکم و ظالم و قاضی هاش بسیار شیرین نکنه، بندروی نکنه، کلی مردم به ناحق نخره. شما تدلو هنمو ستیلای خالیه که میدروی و زندگی تونه و فرزنده تونه از راه فساد و گناه کلام کرده است. فردا برای شما هم گناه کبیره کرده است، هم جمعیت ضعیف کرده است، هم بین مردم در بی حرمتی کرده است، هم شما این فساد رشوه را زیاد کرده است. تمام دنیا برادران از رشوه عذاب می‌کشند. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یکم ابیکتی که در این آیه مبارکه آمد، شما مالاتان را بین یکدیگریتان به حرام نخورید. یکم از همه آیه پیشترم درباره چی بود؟ ماه شریف رمضان را ایکی تا کی خوریم، ایکی تا کی نوشیم، ایکی تا کی بازانمان علاقه کنیم. رمضان شبش اول خراب نداشته و گفتیم چی سبب شد که شب خدا بکار کرد، شبش بازم نزدیک نمی کردی چی سبب شد که شبا اجازه شد. همو خوردنی و ناخوردنی ها رو بیرون برآمدیم، اما که خدا اجازه میده که چی را خوریم چی را نخوریم. اکنون یکی از بحثامون در همین جا بوده خوردن و ناخوردنی ها.
خوردن و ناخوردنی ها. در آیه های پیشتران ما یک به یک گوشت خوب و قمار و مسئله ها را همش آوردیم. شریعت خوردن و ناخوردنی ها را جدا کرد. بعد رمضان که ما تازه میشدیم، ای رمضان آدم میبرامده تازه میشده، بدن تازه میشده، شکم تازه میشده، روح تازه میشده. رمضان بحث کردیم که بدن آدم میسوزانده حرام شد. وقتی که بیرون میبروی خدا میگه نکنیم کارو را بیننده آیه برای دلالت میکنه. یکم خوردن ناخوردنی ها، همه ما ناخوردنی ها رو میدونیم چیه، خوردنی ها رو میدونیم چیه. در مقابل یک شراب عرقی که ما را مست میکنه خدا 100 چیز دیگر حلال خلق کرده. در مقابل یک گوشت خوب خدا 10 گوشت دیگر حلال خلق کرده. خداوند در مقابل یک زنی را میبینی با اون نیتی بعد میکنی و زنا نمیری با ما 4 تا زن اجازه داده. اون خدا میگه شما در درین خیری شما بوده جنایت دارید. خوردن و ناخوردنی ها یکم. دویم زمان خوردن و مکان خوردن. ما زمان خوردن و مکان خوردن با شما گفتیم برادرای عزیز. گفته بودیم که اگر یکی ما مجبور شدیم چند قدر یک گوشت خوب استفاده برای بحث بود. ما مجبور شدیم از همون داروهای دختری که در ترکیبش مقصد مشروبات سپیرتی داره چه خیلی استفاده بریم. حالت اضطرار مجبوری چه خیلی بود همش بحث کردیم. اکنون با خوردن و ناخوردنی ها بودیم، با همه خوردن و ناخوردنی به خودش زمان داشتیم. یه زمان نمیشه که ما برای زنده ماندن از حرام استفاده میبریم. یه زمان نمیشه که ما برای نقض شدن از حرام استفاده میبریم. این همش مصلحت شریعت است. شریعتی را برای ما رخصت داده، اجازت داده، مجبوره، ضروره. این زمان و مکانی خوردن میگن. سیمش چی بوده برادران؟ با کدام راه بخوریم؟ آیا همین درسته؟ بیننده با کدام راه بخوریم؟ یکمش خوردن و ناخوردنی ها، دویمش زمان و مکانی خوردن، سیمش چی بوده؟ کسب. و واسطه چی میخوریم آنها؟ کسب. دویمش چی بوده برادران؟ با کدام واسطه میخوردیم؟ هنر. کسب و هنر خیلی حلال میتونستید بخورید. انا الله جل و علا شأنه میگه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ای مردم بین خودتان مالاتون رو به حرام نخورید. و چی نخورید؟ به حرام نخورید. حرام هنر نیست. حرام کسب نیست. حرام هیچ محل هنر کسب نیست و این نخورید. بین ما چقدر ما میخوریم و کدام سبب میخوریم؟ مالامون. یکم علما میگن و سبب غصب. غصب چی نمیگن؟ مجبور کرده کشیده گرفتن یک چیزا. مجبور میگیری، مجبور در گردنش بر میکنی، مجبورن میکشی میگیری. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن مجبور و غصب و حرام نسل شما را بد بکنن. برادر رو به خاطر دنیای دو روزه به حرام نروید. حرام چیزی بدن. یکم بین یکدیگری ما غصب قطعی مجبور کشیده میگیریم از یک انسان. مجبور هم را صاحبی میکنیم. یکم به واسطه غصب، دویم به واسطه چی بوده بین یکدیگری ما مولا میخوردیم؟ قمار. قمار خطی مال یکدیگری ما به باطل میخوریم. سیوم به واسطه چی مال یکدیگری ما میخوریم؟ به واسطه چی؟ قرضی خیانت. قرض میگیرم با زوری میکنه که نمیتونم. همخیلی انسان ها هستن نمیتونم زوری میکنم. میگرم کجای شکایت میکنی کردن گیر، کسی نمیبری آوردن گیر، کجای چی کار میکنی بگی من نمیتونم. بیده انسان های هستن میگیرن نمیتونم زوری میکنم، خیانت میکنن در گرفتگی. و جایی که آوردن رسانده رحمت گفتن گفت شیرین دادن دوستی را زیاد کردن، برعکس میگه خند تزن اگر از من گیری
زور باشی بیا گیر کسی را میبره برای من آمادم چی بده؟ ولا تأکل اموالکم بینکم بالباطل. انا یک از باطلا قرضی که میگیری خیانتش بکن نمیتی. سیوم چی بده برادران؟ وقتی که از روی تو یک جا چی برن؟ شکایت. ای همون کسب کاری که در بالای شکایت بکنن. وقتی که سود در رفتن، وقتی قاضی در رفتن، وقتی پرکرار در رفتن، وقتی میلیسه در رفتن، وقتی شکایت که کردن ای روی ما برادران نقضدانه که کاری ما باطله. همون حق را خوردیم، همون حق را کردیم، این برادرها در باطل می‌درآید. معلومه که پسردیکایی که امروز اینقدر در سوریکان میکنه مردم شکایت میکنه ای روی مالاتون باطله. باید شکایت نباشه. وقتی شکایت که شد، وقتی خیانت که شد نکنه کارا. فرزنداتون بد تربیت میشوند. حقتان پامال میشوند. به حرمت میشین، به عزت میشین. مقامتون از بین میرود. این حق شریعت در شما نبوده. قرآن میگه که بین یکدیگریتون مالاتون به حرام نخرید. به ناحق نخرید. سیمشن فقها گفتن شکایت. وقتی ایقافایی که شکایت میکنن، پدر دمی بیاین، مادر دمی بیاین. وقتی جمعیت دمی بیاین، مسجد دمی بیاین، رئیس دمی بیاین، میروان مقامات دخلدار در پیشنهاد میکنن. وقتی کار میگیرن جمعیتی میکنن، معلومه که کاری تو ناحقه. نکنم این کارا، نکنم اینا. برای که تو ناحقی چی نمیکنی؟ چی به حق انسان میگیری ظلم میکنی؟ چهارمش چی در برادران؟ شکایت. بعد از اون الله جل و علا شأنه میگه و تدلو بها الی الحکام. دویم بخشی که ما مال به ناحق میخریم چی هست؟ مال خوردیم، حقش را ظلم کردیم، با واسطه غصب و قمار و قرض خیانتی و شکایت و دیگر کارها ما کارهای زیاد را اجرا کردیم. همین الی الحکام. اصلا حکام گفته یا حاکم گفتن در کتاب‌های فقه میبیاره قاضی را میگن. سودیه های هستند که به حق سودیگی میکنن، سودیه های هستند که به ناحق سودیگی میکنن. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن شب معراج آسیا بردیدم که در داخل او کاسخانه های سری آدم های زنده را میده میکنن. پرسیدم ای جبرئیل که اینا کیا هستن؟ گفت اینها سودیه های امت هستند. سودیگی میکنن، نغمه میکنن، تا میتین، پول میگیرن، قانون را تا میتین، حقوق را تا میتین، جبر دیدن از ظلم میکنن، ظالم خلاص میکنن، از اون نصف حق میخرن، منتظر باشن که جاشون همونجا بودن. انا همون سودیه های کمی کارا میکنن. و تدلو بها الی الحکام. با غیر این کسب و هنری باطلیشان که با قمار پول مردم هم میخرن، با تمام بازی ها پول مردم هم میگیرن، با فایز و نیرنگا میگیرن، با غرر و حیله ها میگیرن، با قلابی و مشرکی میگیرن، هزار یک نیرنگ میگیرن، با حاکی بچه های درختی وزورن، نصف و دوام میتن و نگاهشون میکنن. این گناه کبیره های. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن پول مرده، کسی که مرده میفروشن، من گاوی مردگی را، بزی مردگی را، خری مردگی را میبرن میفروشن در زوقربا و کارش مرده فروشی، مالای مرده را، خود مرده را میبرن در همچه باقای حیوانات میفروشن. دویم گفتن پول سگ فروشی، سیوم پول شراب، چهارم زنی که ای زناکاری پول میگیره و همین رو تن فروش میکنه. پنجم گفتن کسی قدیر رشوه خورا بین رایی میکنه، دلالی میکنه، بین همینها میدراین. انا همون پول را که شما از حرام و از دلالی بین رشوه گیرکا میونه روان میشه، همین وقتان کسب هنر میکنه، پولی همون زنی تن فروش کردی، پول حقش میگه. پنجم پیامبر چی گفت؟ رشوه. کسی رشوه را کسب کنه جاش جهنم.
کسی رشوه را میگیره جاش جهنمه. کسی با انمون رشوه گیری و رشوه اندازی و بیندرایتی را میکنه و آدم را در همونجا وسوسه میکنه و میگه انا همین قدر پول میتهی من کاری تر بود میکنم بالاش انا همین حق پولی میگیرم انا همین همش رشوه گوش خوب حرام اینه نکنم. او بیچاره در بین غلطی ده، او مظلومه. اگر تو مسلمان باشی این عادت یهودی ها میکردن، تو دستی او را گیر. اگر تو گوی بالاش همیشه میکنی من کارا میکنم، تو دانگی با تدلو بها الی الحکام، تو بهش همون ظالمان میری با بین روکی میکنی، هر دوتون در جهنمه. این گناه کبیره. این گناه چه بوده برادران؟ کبیره. امروز رشوه رو به دیگر راه میگیرن. چای پلی حق من نمیتهی، حق پلی، این پلی، آن پلی. در حضور مبارک جناب پیغمبر صلوات الله ربی و سلام خوازی های دور بودن، آمدن از پیغمبر پرسیدن فرستاده خدا مردم برای ما مال میبیارن، متاع میبیارن، میوه میبیارن و نان میبیارن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت همین برای چی میبیارن؟ سببش چی میبیارن؟ گفت سحر میخستم میآوردم. گفت پیش از تازه ماندن من شما را همیان میآوردم؟ گفت نه، تو اگر بعد این بیاره این هم رشوه. برادران، انسانی که در چهارراه میگرده کسی خیلی سلام نمیکنه، همون روز اگر وظیفه گیره هر روز خانواده ما نگرمه، هر روز یک کسی یک چی میبیاره. همون باید فکر کنه که مسلمان اینا رشوه و دستیان شد. اگر هدیه هم بیارن باید احتیاط کنه که ممکنه های شبه باشه. این اسلام میگه، این اسلام ما نمیخیل دینه. و تدلو بها الی الحکام. امروز برادران انا همین جور بازی ها، انا همین ملیسه بازی ها، انا همین بین روکی های، انا همین ها همه مردم رسول کرده. و تدلو بها الی الحکام. روشان سیام میکنه دست نه کار نمیبیاید. انا همین پولگیری و انا همین دادن و انا همین پاکیتکنی خطی هم در ظلم و وقتی هم جهنمی هم انا همون مسلمان رو شرمنده کردن. اسلامی را نمیخواه. اسلام میگه شما مردک باشید، رنگی مردک زندگی کنید، رنگی مردک از دنیا گذارید. اما انسانی که حدیث جناب پیغمبر اگر میخواه شو میدونه که دوره بیزه بای مال شو و پول شو داده خش خلاص کردن هم سنت هم. زیبا جناب پیغمبر گفت زعو اموالکم علی الفتن والبلایا. کل مالات من تیخ کنه بلا خلاص کنه. اگه انسانی هستن میخواه کنه میدونه که اگر از این اینه کنه میگه ریشت میکنه یا چی تا دست خلاص کنه. لیکن کسی اگر رشوه گیری و بین روکی و انا خیلی کارا را کسب میکنه جاش جهنمه. پولی چی؟ پولی سگ فروشی پیامبر اکرم گفت، پولی مرده فروشی که مال مرده را میفروشه، عرق فروش، کسی که تن فروش و پولی انسانی که بین انمیان بدروی و کاربرک و چای پولیک بگیره و رشوه خوری و انمی حرام خوره به خودش کسب میکنه، این مثل مزدنی تن فروش فروشه. جناب پیغمبر خب رشوه چیکار میکنه در جامعه؟ این بین روکا چی تولد میکنه؟ این حرامخورایی که به قمار و غصب و قرض خیانت و شکایت و انمی کارا در بین میدرایم بشی، انمو قاضی و انمو مقصد حاکم و انمو دوره در میدرایم چی وظیفه اجرا میکنه؟ سیستم قدیما چی را تولد میکنه بعد این کاراشان؟ یکو مردم بیرحم میکنه. وقتی که دادن، وقتی که گرفتن، وقتی که خوردن، این دانه که بیرحم زیاد میشود. میگه که فلانی را که من زدم فلانی من خلاص میکنه. تو این کار کن ما اتفاق هستیم. یکم چی تولد بشه میگه فخر رازی؟ بیرحمی. رشوه چی را تولد میکنه؟ بیرحمی را. جامعه هایی که رشوه میخورن، جامعه هایی که فساد میخورن، ببین چقدر بیرحمه. رحمت دارم باید میگم. دوم چیکار میکنن؟ باوری مردم از تمام نظام دولت میگه فخربازی میگردن. وقتی که رشوه خوری شد، وقتی حقمانی شد، وقتی که حقگیری شد، شما تماشا کنید برادران، انسان ها حق میکنن، آدم ها رو تمام میکنن.
دیگه وقتی این کشید، وقتی این کشید، وقتی که اون کشید، وقتی که این کشید، شما دانه که دیگه مردم به همون دوره حاکمیت اخلاص ندارن. بعدشان ببینن مردم دیگه ظاهر کرده نمیتونن دشمنشان که دشمنشان شونشان ببینن. سیوم عدالت از بین گم میشود. وقتی رشوه کشید عدالت از بین چی میشود؟ گم میشود. عدالت از بین میره دیگه برابری نیست. والله برابری نیست. چهارم جور و ظلم ریشه میمونه. شما تماشا کنید همون نقطه هایی که 10 میدادن 20 دادن 20 میدادن 30 دادن 50 میدادن 100 دادن از این 5 میلیون بتیان یک بار زیاد میشه این کو هیچ محل رشوه پایان نمیشود هیچ محل حق پایان نمیشه این زیاد میشود برای این گناه کبیره این گناه کبیره اون چیزی که نلاغه اون چیزی که دولت بخواد اون چیز دیگه اون چیزی که غیر دولت میره و در ریشه و حق پولی چای پولی میتونه برادرها این ظلمه این زیاد میشه شما یه مراتبه تماشا کنید همون نقطه های میدادن روزها زیاد میتونه دیگه در تمام مناطق دنیا. پنجم ناامیدی زیاد میشود ظالم و قوه ظلم قوان میگیره با واسه کشور وقتی که اومد بیا یک کرسی رو میخره 20 و 30 و 50 هزار دلار او یک عینا ظالمه دیگه پروا نداره تو گرسنه‌ای پروا نداره تو در خانه مظلوم داری تو بیمار داری کوشش بکنه همه حق کار کنه. پنجم